سلام رفقای نازنینم. امروز یه تمرین خیلی ویژه داریم. بهتون قول میدم اگه یک ماه هفته‌ای 4 جلسه این 15 دقیقه تمرین رو اجرا کنید، در یک ماه تغییراتی در قسمت میانی بدنتون یعنی در شکم و پهلوتون میبینید که اصلا باورتون نمیشه. تکنیک تمرینی خیلی مهمه. شما وقتی با تکنیک و هدفمند پیش میرید تغییراتتون خیلی بیشتر میشه. خیلی حرف نمیزنم، بدنتون رو از لینکی که براتون میذارم کامل گرم کنید. بعد از اینکه بدنتون کامل گرم شد بریم که با هم این تمرینات رو اجرا کنیم. 3 تا حرکت ترکیبی که در هر حرکت یک تمرین شکم و یک تمرین هوازی به اشتراک گذاشته شده که ضربان قلب ما بالا میره پایین میاد، بالا میره پایین میاد و این بالا و پایین رفتن باعث میشه که سوخت و ساز ما چندین برابر بشه و در یک ماه تغییرات خیلی زیادی رو در بدنمون ببینیم. بریم برای تمرین. خب حرکت ترکیبی اول، ترکیبی از حرکت جامپینگ جک مبتدی. ببین پاها کنار هم به این شکل، 1 2 هر سمت 12 تکرار. آماده ای؟ بریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2. خب برای سمت مخالف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2. بعد از اینکه حرکت رو اجرا کردیم میریم برای حرکت کراس بادی کرانچ یا همون کرانچ صلیب. ببینید دست ها به این شکل کنار بدن هستن. زمانی که حرکت رو اجرا میکنی بالا میاییم پاشنه پا تاچ میشه. اوکی، حرکت و حالت مبتدی و پیشرفته توضیح بدم. حالت مبتدی، دستا به این حالت، هر زانو رو باید 14 تا 20 تکرار به این شکل بچهای مبتدی جمع کنن داخل بدن. ولی میریم برای اجرای حرکت با بچه‌هایی که پیشرفته هستن و سابقه تمرینی بالاتری دارن. اوکی، آماده اید؟ بریم برای 12 تکرار. دست ها کنار بدن، برو. 1 2 3 4 5 پاشنه پا رو تاچ میکنی. 7 8 9 10 1 2 12 تکرار. هر کدوم از حرکت ها رو اجرا میکنی. بعد از اینکه حرکت رو اجرا کردی دست زیر زانوی راست، طبق روال همیشه گودی کمر بچسبه به زمین، تمام خستگی بدن بره سر روی زمین که کامل استراحت کنه و عضلات گردن خسته نشه. این از ست اول. 30 ثانیه استراحت در اختیار خود. در استراحت بین ست ها میتونید راه برید، میتونید بشینید و یا اینکه میتونید جرعه آب بخورید. البته از آمینو پودری های انرژی هم میتونید استفاده کنید. آمینوهای اسنشیالی که توان تمرینیتون رو بالاتر میبرن، کمک میکنن به روند چربی سوزی و ریکاوری عضلاتتون و در نتیجه در میان مدت به خوش‌شکل‌تر شدن بدنتون هم کمک میکنن. بریم برای ست دوم. نمیخوام استراحت خیلی زیاد بشه. آماده ای؟ برو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2. برای سمت مخالف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 تا 1 2. بریم برای کراس بادی کرانچ یا همون کرانچ صلیب. دست ها کنار بدن. آماده اید؟ پاشنه پا رو تاچ میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
دوتا، یک، مرسی. دوتا نفس عمیق. بچه‌ها من هر کدوم از حرکت ها رو 2 ست میزنم که تایم ولاگ خیلی طولانی نشه. اگه یه مدت از تمرین به دور بودید یا این حرکت ها براتون سخته، شما هم مثل من هر کدوم از حرکت ها رو 2 ست بزنید. ولی اگه بعد یه مدت توان بدنتون بالاتر رفت، میتونید هر کدوم از حرکت های ترکیبی رو 4 ست اجرا کنید که استراحت بین ستتون 30 ثانیه تا 90 ثانیه نسبت به آمادگی بدنیتون. آماده بشین برای حرکت دوم. خب حرکت ترکیبی دوم ترکیبی از حرکت هاینی یا همون زانو بالای مبتدی، دست راست با پای چپ و دست چپ با پای راست، هر سمت 14 تکرار. بریم، برو. 1 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 1 1 2 2 3 3 4 4 بلا فاصله بدون استراحت حرکت ویسیت. بچه‌های مبتدی زانو پاشنه پا روی زمین، زانو خم، در این حالت 30 ثانیه قرار میگیرن و بچه‌های پیشرفته بعد از اینکه خودشون رو فیکس کردن، پاها بالا، پنجه پا پوینت، به این شکل با من 30 ثانیه حرکت رو اجرا کنند. بالا به این شکل. مرسی. حرکت ویسیتو من 30 ثانیه‌ای اجرا میکنم. یک، به این علت که خیلی از ورزشکارهایی که دارن این ولاگو با ما تمرین میکنن ورزشکارهای مبتدی هستن. دو، به این علت که تایم ولاگ خیلی طولانی نشه. 2 تا نفس عمیق. دست ها زیر زانو، حرکت گهواره. 1 2 3 4 5. 30 ثانیه که استراحت بین ستتونه. میتونید در این حالت استراحت کنید، میتونید راه برید، میتونید یه جرعه آب بخورید. کم کم آماده میشیم برای ست دوم. پس ترکیب دوم شد ترکیبی از حرکت هاینی یا همون زانو بالا، ترکیب با حرکت ویسیت، شکم ویسیت، که عضلات بالایی شکم و پایین شکم و مورب شکم کامل درگیرند. بریم برای ست دوم. 2 تا نفس عمیق. آماده اید؟ بریم. 1 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 1 1 2 2 3 3 4 بلا فاصله بدون استراحت با بچه‌های مبتدی پاشنه پا روی زمین 30 ثانیه در این حالت قرار میگیریم. و 10. یه بار دیگه میخوابیم. 2 تا نفس عمیق. بچه ها اینم از حرکت ترکیبی دوم. بهتون قول میدم اگه این تمریناتو 3 الی 4 بار در هفته به مدت 1 ماه
اجرا کنید تغییراتی در بدنتون میبینید که در خوشبینانه ترین حالت هم باورتون نمیشه. نکاتی که در دیسکریپشن براتون توضیح دادم نکات غذایی و مکملی، اینا رو اگه رعایت کنید که دیگه تغییراتتون خیلی عالی میشه. بریم برای حرکت ترکیبی سوم. خب حرکت ترکیبی سوم ترکیبی از حرکت فست مارچ یا همون دویدن در جا. زانو بالا نیست، قرار نیست جامپ داشته باشیم، سر جای خودمون. ببین دست راست پای چپ، دست چپ پای راست. ببین به این شکل 1 2 3 4 5 سر جای خودمونیم ها. داری بازی میکنی. ببین 1 2 3 4 5 6. اوکی. این حرکت ها رو انتخاب کردم که در هر سطحی هستی و حتی آسیب دیدگی داری بتونی حرکت ها رو اجرا کنی. آماده ای؟ بریم 30 جفت حرکت فست مارشو یا همون دویدن در جا رو اجرا کنیم. اگه ورزشکاری هستی با سابقه تمرینی بالا میتونی تا 50 جفت حرکت رو اجرا کنی. بریم. برو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 30 جفت. خب حالا ترکیب با حرکت پلنک شولدر تپ یا همون تاچ کردن شونه مخالف. اگه مبتدی هستی زانو روی زمین، دست ها جلو، فاصله دست ها به اندازه عرضشونه یا یکم بیشتر از عرضشونه. با دست راست شونه دست چپ رو تاچ میکنی و با دست چپ شونه دست راست رو. و اگه ورزشکار پیشرفته هستی با من حرکت رو اجرا کن. بریم برای 12 تکرار. آماده ای؟ برو. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 10 10. 1 1 2 و 12. حالا من بازم میگم 12 جفت حرکت رو اجرا میکنم چون خیلی از ورزشکارا مبتدی هستن و همچنین برای اینکه تایم ولاگ خیلی طولانی نشه. ببخشید اگه خیلی توضیح میدم، علتش اینه خیلی از ورزشکارها مخصوصا در این شرایط بعد اقتصادی شرایط برنامه گرفتن ندارند. من باید با توضیحات کامل توضیح بدم که رسالتم رو انجام داده باشم و واقعا این ولاگ مفید باشه. یعنی هدفم این نیستش که صرفا لایک کنید یا کامنت بذارید. چرا؟ خوشحال میشم. اتفاقا جدیداً متاسفانه لایک های ایرانی ها رو حذف میکنه یوتیوب و همچنین اگه کامنت انگلیسی نذارید لایکاتون حساب نمیشه. در نتیجه خوشحال میشم از اینکه یه کامنت انگلیسی زیر همین ولاگ بذارید، ولی هدفم اینه که واقعا مفید باشه براتون. به همین خاطر نمیگم حتما لایک کنید، ولی نکاتی که میگم رو رعایت کنید حتما در تمریناتتون. این از ست اول. 2 تا نفس عمیق و آماده میشیم برای ست دوم. حتما در استراحت بین ست ها آب بخورید که بدنتون دهیدراته نشه. یعنی چی؟ یعنی اون گرفتگی های عضلانی یکی از علتاش کمبود آب و املاحه. بریم برای ست دوم. آماده اید؟ حرکت فست مارچ یا دویدن در جا. برو. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 9 8 4 3 2 1 2 3 4 5 7 8 9 10 و 30 جفت. میریم برای ست دومه. حرکت پلنک شولدر تپ، حالت مبتدی، زانو روی زمین، دست ها جلو به دور از عجله. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6
و 12. حرکت کودک خواب. 2 نفس عمیق. برمیگردیم کاملا میخوابیم روی زمین، سر روی زمین ریلکس، گودی کمر چسبیده به زمین. در این حالت 30 ثانیه چشا رو میبندیم، نفس عمیق. خدایا شکرت که تنمون سالمه، میتونیم ورزش کنیم. کل این ولاگ 20 دقیقه هم نمیشه، ولی کلی کالری سوزی داره و تمرین هدفمنده. یعنی شما هم سلامت قلب و عروقتون رو تضمین میکنید و هم بدنتون رو به یه بدن فیتنس ساحلی میبرید. امیدوارم که براتون مفید باشه. تمرینای قبلی رو هم ببینید. برای تمام گروه‌های عضلانی تمرین در نظر گرفته شده و در کامنت ها بگید که تمرین بعدی چه تمرینی باشه، با کش باشه، با دمبل باشه، بادی ویت با وزن بدن باشه، یا تمرین در باشگاه با دستگاه‌های بدنسازی، و اینکه چه عضله‌ای که من نسبت به کامنت های شما تمرین بعدی رو در نظر بگیرم. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.